چیزی که من میخوام امروز باهاتون کار کنم، میخوام یه بیسیکی از جین ادیتینگ به زبان ساده بهتون بگم و دو تا از سیستم هاش، یکی سیستم کریسپر یکی سیستم RNA اینترفرنس رو واسهتون توضیح بدم به زبان ساده، ابتداییات و یه کمی پیشرفته. خب من اول یه معرفی کنم خودم. من دانش آموخته ژنتیک پزشکی علوم پزشکی شیرازم. سالیان سال تدریس میکنم، سوپروایزر کلینیک تشخیص قبل از تولد و بخش NGS هستم. یه توضیح کوتاه بدم براتون. فکر میکنم فیلم دیدین، کلیپ دیدین، مثلا میان یه سری موش‌ها رو یه تغییراتی تو ژنشون ایجاد میکنن که وقتی این موش‌ها زاد و ولد میکنن رنگ زاده هاشون مثلا خاصه، یا میان یه تغییراتی تو یک سری ژن‌ها ایجاد میکنن توی گیاهان، مثلا ذرتی که رشد پیدا میکنه ذرت نسبت به نسل‌های قبلیش بزرگتره، یا میان توی انسان یک سری مدل هایی طراحی میکنن که این مدل ها فرد مبتلا به یک بیماریه، میان به واسطه سیستم جین ادیتینگ ژن هاشو ادیت میکنن و این بیماری ها رو برطرف میکنن. هرچند تو پرانتز قسمت انسانی هنوز در حد تحقیقاته، هنوز خیلی جین ادیتینگی توی اسکیل انسانی نداریم، خیلی در حد کلینیکال ترایال های ابتداییه. این از این موضوع. تمام سیستم های جین ادیتینگ مبتنی بر یک سری آنزیمه. در واقع به اصطلاح به کل میگن آنزیم های ادیتاز. اینا میان ادیت انجام میدن. حالا این آنزیم ها توی نسل های مختلف سیستم های جین ادیتینگ از سالیان سال تا امروز دچار یک سری تغییراتی شدن که این تغییرات باعث شده تکنولوژی های مختلفی از جین ادیتینگ در بیاد. مثلا یه سوال بپرسم، فکر میکنید رایج ترین ایرادی که ممکنه یه سیستم جین ادیتینگ داشته باشه چیه؟ بذارین سوالمو بهتر بپرسم. فرض کنید ما میخوایم توی انسان بیایم یک بیماری چشمی رو به واسطه جین ادیتینگ بهبود ببخشیم. محتمل ترین خطای سیستم جین ادیتینگ بهش به اصطلاح میگن آف تارگت، یعنی اون تارگت مد نظر ما رو اصلاح نکنه. پس ما یک سری ساختارها، یک سری سیستم هایی داریم که این سیستم ها بر توی سالیان مختلف و بر اساس تکنولوژی های مختلف گسترش پیدا کردن تا سیستم جین ادیتینگ آف تارگتش کم بشه، افیشنسیش زیاد بشه، مدت زمانی که نیاز به این روند ادیت هست کوتاه‌تر بشه. تلن هم هست. این تلن در واقع اولین سیستم هایی بوده که در اومده، تو تمام پیپرها در موردش بحث میشه، چون هیستوری جین ادیتینگ این تلن اولین بار بوده این سیستم در اومده. حالا میریم پایین تر، من یک کمی هم بزرگتر کنم. هدف ما اینه که در مورد کریسپر، تلن، حالا تلن خیلی جزئی و RNAi صحبت کنیم. حالا میخوام یه توضیحی در مورد اتفاقاتی که به واسطه جین ادیتینگ میفته تو سیستم من، ترجیحم اینه تو سیستم انسانی بهتون بگم چیه. فرض کنید ما یک ژن معیوب داریم، به واسطه سیستم جین ادیتینگ میایم این ژن معیوب رو تخریب میکنیم که این ژن هیچ کاری تو بدن ما انجام نده. یه پرانتزی باز میکنم، این چیزی که الان دارم بهتون میگم هنوز اتفاق نیفتاده، تئوریتیکال همش. این ژن تو بدن ما دیگه بیان نشه به اصطلاح. بازم یه پرانتز باز میکنم، سنترال داگما جهان هستی اینه که تو کل پروسه جهان هستی، تو کل اتفاقاتی که میفته، ژن به واسطه بیان شدن تبدیل میشه به یک RNA بیانی که بهش میگن mRNA. mRNA به واسطه ساختارهای ریبوزومی تبدیل میشه به پروتئین. پروتئین تو بدن ما فانکشناله، داره کار میکنه. پس این یک اصل اساسی جهان هستیه. حالا فرض کنید ما یک ژن معیوب داریم، استپ اول اون اصل جهان هستیه اون ژن است دیگه. سیستم های جین ادیتینگ اگر بیان این ژن رو تخریب کنن، به اصطلاح بهش میگن ناک آوتش کردن، میگن این ژن ناک آوت شده. این اصطلاحات رو میگم جلوتر به دردمون میخوره. حالا اگر بیان این ژن معیوب رو به واسطه یک سری ساختارهایی که دارن ترمیم کنن،
یعنی بیان اون یه تیکه از اون ژن معیوب، یه قسمتی از ژن معیوب رو در بیارن بندازن دور، یه تیکه دیگه جایگزینش کنن. به این حالت میگن ناک این اتفاق افتاده. اگر ژن خاموش بشه میگن ناک آوت یا ناک داون، جفتشون میگن، تفاوت تحت اللفظی ندارن خیلی. اگر ژن دچار تغییر در راستای عوض شدن اون قطعه بشه بهش میگن ناک این. خب یه دو تا اصطلاح دیگه هم میخوام بهتون بگم. اصطلاح بذارین جلوتر بهتون بگم. RNAi یا RNA interference بهش میگم. من الان میخوام در مورد ساختارهایی صحبت کنم که این ساختارها جین ادیتینگ انجام میدن. هدف و تارگتمون رو میذاریم یک ژن معیوب. ما یک ژن معیوب داریم. حالا این ژن معیوب میتونه تو سمپل انسانی باشه، میتونه توی سل کالچر باشه، میتونه توی موش باشه، میتونه توی رت باشه. ما هدفمون اینه. خب اینو RNAi رو میخوام از شکل بهتون بگم. شکل آماده کردم براتون. خب بذاریم بنام قسمت RNAi. خب از روی این شکل بهتون میگم. یه سیستمی داریم بهش میگن RNA interference. چه مدلیه؟ گفتم DNA بیان میشه، تبدیل میشه به mRNA یا همون RNAی که قراره در آینده تبدیل بشه به پروتئین. ما اگر بیایم یک ساختارهایی رو طراحی کنیم، یک ساختارهای کوتاه، یک ساختارهای RNAi طراحی کنیم که فرض کنید ما یه ژنی داریم که اندازش، مثال میزنم، 1000 نوکلئوتیده، یک mRNA داریم که 1000 نوکلئوتیده. فرض کنید نوکلئوتید 500 تا 510ش، اون 10 تا جهش داره، اختلال داره. ما بیایم یک ساختاری طراحی کنیم که این ساختار مکمل اون 10 تا 15 تا باشه، بهش بچسبه، به اصطلاح بلاکش کنه. اگر بیاد اونو بلاک کنه، وقتی یک توالی اتفاق میفته که بلاک میشه، این توالی دیگه بیان نمیشه. اون آنزیم هایی که بهتون گفتم، آنزیم هایی که در آینده میان پروتئین تولید میکنن از روی mRNA دیگه نمیتونن متصل شن، یک ناحیه‌ای بلاک شده. به این ساختار میگن RNA interference، یعنی داره یک اختلال، یک تداخلی تو RNA ایجاد میکنه. حالا تو یه مثال بزنم. بیماری ژنتیکی چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که یه ژنی معیوب یک پروتئینی تولید میکنه که این پروتئین فولد نداره، ساختار نداره، و پروتئین هایی که فولد ندارن تجمع پیدا میکنن توی سلول، فانکشنال نیستن. این تجمع باعث بروز بیماری میشه. یا ژنی معیوب هیچ پروتئینی بیان نمیکنه، این کمبود پروتئین باعث بروز بیماری میشه. حالا RNA interference میاد این ژن رو بلاک میکنه، نمیذاره هیچی ازش تولید بشه. ژن معیوب اگر تولید کنه باعث بیماری میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ خب من قبلترش گفتم اگه ژن تولید نشه باعث بیماری میشه، ولی عدم تولید یک پروتئین معیوب بهتر از تولید یک پروتئین معیوبه. وقتی عدم تولید اتفاق میفته، پروتئین های دیگه هم خانواده هاش جورشو میکشن. ولی وقتی پروتئین معیوب تولید میشه دیگه تولید شده، این تجمع پیدا میکنه، این در واقع اگریگیت میشه و باعث بیماری میشه. پس RNA interference در واقع یک سیستم به اصطلاح میگن اندوجینوسه، یعنی خارجیه. ما خودمون اینو وارد سلول کردیم که میاد چی کار میکنه؟ میاد mRNA رو میاد ژن رو سایلنس میکنه، در واقع اینهیبیتش میکنه، نمیذاره هیچی ازش بیان بشه. ساختارش چه شکلیه؟ RNA interference یک شورت RNA، یک توالی کوتاه RNA که اینجا رو نگاه کنید که میتونه اینتردوس بشه به سل، یعنی ما میتونیم واردش کنیم، هم به صورت شورت هرپین. بذارین تو شکل بهتون نشون بدم که بهش میگن shRNA، اینو بهش میگن شورت هرپین. نگاه کنید این شکلیه shRNA.
هرپین یعنی چی؟ یعنی ساختار سنجاق‌سری. بذارید من سرچ کنم ساختار دقیقش رو بهتون نشون بدم. RNA ایه که یه ساختار سنجاق‌سری، یه هرپینی پشت سرش داره. من الان شکلش رو بهتون نشون بدم متوجه میشین. این شکل بهش میگن هرپین داره، به این میگن shRNA. هم به این صورت هم به صورت ساختار دومی که میتونه واردش بشه به صورت siRNA Small Interfering RNA. Small RNA ها یا siRNA ها این شکلی هن، خطی هن. دیگه اون هرپینه رو ندارن. حالا یه تفاوتی این دوتا دارن. این siRNA که متصل میشه دقیقا خط عین خط متصل میشه. اون هرپینی که داره باعث میشه اتصال قوی تر بشه تو shRNA. وقتی اتصال قوی تر بشه کاملا به اصطلاح ناک آوتش میکنه. خب این از نظر شکل. از نظر طول جفتشون چه shRNA چه siRNA تقریبا 21 نوکلئوتید اندازشونه و کامپلیمنتاریتی دارن با اون تارگتشون، یعنی مکمل اون تارگتشن. خب راجع به ساختارش صحبت کنیم. shRNA که اینی که گفتم داریم میبینیم، تمام اینها در واقع یه ساختارهایی هستن که از ساختارهای دیگه شکل گرفتن. به اصطلاح یک سری آنزیم هایی بودن که اومدن این ساختار shRNA رو شکل دادن که به این آنزیم ها در مجموع میگن دایسر. یه سری آنزیم هایی داریم که در شکلگیری RNA اینترفرنس نقش دارن. حالا میخوام یه نکته دیگه خیلی حرفه‌ای بهتون بگم. shRNA رو میدونید که دابل استرند بالاش لوپ داره. آنزیم های سیستم دایسر DICER یه مجموعه آنزیم هایی هستن، میان یه پروسسینگ روی این انجام میدن، اینو میتونن تبدیل کنن به siRNA، به همون RNA خطی کوچیک. یه تیکه ازش میبرن میکنن siRNA. پس ما نگاه کنید shRNA ها میتونن پروسس بشن به siRNA از طریق هاست انزایم دایسر. یه نکته بهتون بگم، میخوام اینو براتون تفسیر کنم. بذارین یه روندی با هم پیش بریم. فرض کنید ما داریم روی یه رده سلولی کار میکنیم که این رده سلولی دارای یک جهشی روی یک ژنیه، ژن X اصلا. میخوایم به واسطه shRNA و siRNA بیایم اینو ناک آوتش کنیم توی بدن ما یا توی اون رده سلولی که اصلا shRNA و siRNA وجود نداره. ما اینو سفارش میدیم، یه شرکتی برای ما سنتز میکنه. اینا همه سفارشیه. سفارش میدیم برای ما سنتزش میکنه. به اصطلاح میگن اندوژنن اینا در واقع یه سیستمی هن که ما اینا رو مثلا سفارش میدیم و میرسه به دست ما. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی به دست ما رسید، بذارین رو شکل بهتون نشون بدم. اینجا بذارین اینجا اینا رسیده به دست ما اینو وارد سلول میکنیم، ما اینو وارد رده سلولی میکنیم. حالا توی سلول میزبان، توی اصلا بدن ما، توی اون هاسته آنزیم های دایسر وجود دارن. ساختار دایسر از قبل وجود داره. پس ساختار دایسر میتونه shRNA ما رو تبدیل کنه به siRNA، به اون توالی خطی. انجریبل هم میتونن تبدیل بشن. پس از سیستم آنزیمی ما استفاده میکنن که تبدیل بشن. ما که آنزیم واردش نکردیم، خود هاستمون آنزیم داره. خب پس shRNA به وسیله سیستم دایسر تبدیل میشه به siRNA. خب siRNA الان تک رشته‌ایه، توی این شکل مشخص. خب بذارین یه بار دیگه، الان تک رشته‌ایه، ولی یک ساختار دیگه ای وجود داره. این siRNA تک رشته‌ای، نگاه کنید after processing این siRNA تک رشته‌ای وان استرند siRNA لود میشه توی سیستمی به عنوان ریسک RNA induced silencing complex. بذاریم براتون بیارم شکلشون. خب
لود میشه این تو. بذارین شکلش بیاد این بغل، اگر بیاد که خیلی خوب. خب همین شکل ساده براتون بیارم که متوجه بشین. یه ساختاری هست، بذارین این حالا خیلی هم واضح. این ساختار گرده رو میبینید؟ یه ساختاری فرض کنید تحت عنوان ساختار ریسک. یه کمپلکسی وجود داره تحت عنوان ساختار ریسک. این ساختار کارش چیه؟ ساختاره کارش اینه که یه محیطی یک کمپلکسی رو تشکیل میده، در واقع میاد قرار میذاره بین اون siRNA سینگل ما، سینگل استرند، با اون mRNA تارگت، میاد اینا رو یه محیطی شکل میده که اینها با هم قرار بذارن، با هم متصل بشن. پس یه کمپلکسی وجود داره که توی اون کمپلکس یه سری ساختارهایی وجود داره، یه سری آنزیمهایی وجود داره که باعث میشه siRNA ما و ساختار mRNA ما به هم متصل میشن. اینا همش تو کمپلکس ریسک اتفاق میفته و این در واقع کمپلکسه اون RNA ما که توانایی اینو نداره که بیاد اون ناحیه‌ای از mRNA که جهش یافته است رو مثلا ببره و ناک آوتش کنه. اون یه RNA خالیه. وقتی وارد کمپلکس ریسک میشه، این کمپلکس یک سری آنزیم هایی داره که در واقع وقتی RNA و mRNA به هم متصل شدن، siRNA و mRNA به هم متصل شدن، یه چراغی تو کمپلکس ریسک روشن میشه. اصطلاح ها یه چراغی روشن میشه، میگه اوکی اینا دیگه به هم متصل شدن، این پس توالی هدفه. حالا توی اون کمپلکس یه سری آنزیم هایی وجود داره که میاد این ناحیه‌ای که در واقع اتصال این دوتا ساختار هست رو میبره. وقتی هم که یک mRNA از وسط بریده میشه دیگه فانکشنال نیست. پس یه دور دیگه روند رو بهتون بگم. فرض کنید یک سلولی داریم، shRNA وارد سلول میشه، به اصطلاح سلول رو ترانسفکت میکنیم به وسیله این shRNA، میفرستیمش داخل سلول. چی جوری میفرستیم؟ هم میتونیم شیمیایی بفرستیم، ترکیبات شیمیایی وجود داره که اون سلوله رو کامپتنت میکنن، اون قشای سلولی باز میشه و این shRNA واردش میشه. هم میتونیم مکانیکی بفرستیم، مثلا اولتراسونیک استفاده کنیم واردش کنیم. خب وارد میشه، اونجا سیستم دایسر میزبان میاد اینو تبدیل میکنه به siRNA تک‌رشته‌ای. siRNA تک‌رشته‌ای وارد کمپلکس ریسک میشه که کمپلکس ریسک یک محیطی رو فراهم میکنه که منجر به اتصال siRNA به توالی مکملش روی mRNA یا همون توالی بیانی میزبان شده. وقتی اتصال اتفاق افتاده یه چراغی روشن میشه، به اصطلاح سیستم ریسک متوجه میشه که اوکی این تارگتشه و به واسطه آنزیم هایی که داره ناکنید سیستم ریسک mRNA رو میبره. یه نکته نوشته اگر بایندینگ بین siRNA و mRNA پرفکت نباشه mRNA کلیویجی اتفاق نمیفته. یعنی چی؟ یعنی این برهم کنشه، این کامپلیمنتاری در واقع اینتراکشن باعث میشه که سیستم ریسک آنزیماش فعال بشن و ببرن. در واقع این siRNA یک گایده، یک راهنمایی برای سیستم ریسک که کجا رو ببره. به کل این مجموعه میگن RNA اینترفرنس. فکر کنم خوب باشه. خب تو این شکل کاملا الان اینجا اگر شما ببینید فکر کنم یه ذره ریزه. نگاه کنید به این ترانسکریپشن که اتفاق افتاده، RNAi اومده اینجا رو بریده، دیگه نمیذاره mRNA تبدیل به پروتئین بشه. پس بهش میگن پست ترانسکریپشنال.